آغاز سال نو 2019 برای معرفیجان شهر خوجند با برار آمد، زیرا در دوره نهایی عزمی جمهوری مربی سالی تاجیکستان مربی از شهرخوارگاه کودکستان رقمی 27 شهر و گرفتن شاه جایزه مشرف گردید. شب گذشته کارمندان معرفی شهر خوجند برای پیشواز گرفتن غالب به فرودگاه خوجند با گل و گلدسته آمدند. حنیفه ولیوا پیش از 10 سال می شود که با تعلیم و تربیت کودکان مشغول است. محصول مهنت، دانش و ملکه پداگوژی و دلباختگی نسبت کسبش بود که او غالب عزمی جمهوری مربی سالی تاجیکستان شده و گرفتن عنوان اعلاچی معرفی جمهوری تاجیکستان نایل گردید. این مربی در صحبت ابراز داشت که محض تلاش و زحمت‌های مدیر شعبه معرفی شهر خوجند، مدیر کودکستان و همکسبان و پیوندانش بود که وی چنین قله‌های بلند را فتح نمود. زولفیرا نارزلویeva یکی از مادران تربیتگیرنده حنیفه ولیوا میباشد. دخترچه 4 ساله زولفیرا در داوام 6 ماهی به کودکستان آمدنش allakay خواندن و نوشتن، رسمکشی و شعر از خودکنی را آموخته است. این زن میگوید در انتخاب کودکستان و هم مربی خطا نکردم. لازم به یادآوری است که مرحله جنببندی عزمی جمهوری مربی سالی تاجیکستان در مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی رقم 18 شهر دوشنبه بین 5 نفر داوطلبان از روی 6 شرط برگزار گردید. حسابات ایجادی فعالیت، تصویر نمودن و ساختن منظره با درخواست داوران، مشغولیت تعلیمی، معرفی فعالیت پداگوژی، دانش و مهارت کسبی مربیان و تحلیل حالت‌های روانی پداگوژی بود. محمد ناظمی و مشاور شعبه معرفی شهر خوجند غالبیت حنیفه ولیوا را برای کارمندان ساحه معرفی شهر خوجند دست آوردی بزرگ ارزیابی نمود. مکرم زایدووا مدیر شهرخوارگاه کودکستان رقمی 27 شهر خوجند در ساحه معارف سابقه 28 ساله کاری دارد و 11 سال می شود که به حیث مدیر در کودکستان‌های شهر فعالیت می‌برد. هدف از برگزاری عزمی مربی سالی تاجیکستان این دریافت و معین نمودن مربی‌های بهترین و بلند برداشتن مهارت و ملکه کسبی مربیان و پهن نمودن تجربه پیشقدم میباشد. وهابی دولتعلی خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 از دهه جوانی ناحیه وسه غالب دوره ولایتی آزمون فنی از فنی متماتیک میباشد. برای اشتراک به دوره جمهوری آزمون آمادگی دیده ایستاده است. در درس‌ها و مشغولیت‌های علاوه‌ای فعالانه اشتراک نموده در این سمت می‌خواهد دانش خود را مکمل گرداند. وهاب میگوید که متماتیک فنی دوست داشته او میباشد، از همین سبب خواهش چقورتر از خود نمودن آن را دارد. مقصد دارد با اسرار پرقناوت متماتیک و ریاضی نزدیکتر شناس گردد. من متماتیک نظر به دیگر فن‌ها کمتر آسان‌تر می‌گردد. باید بیشتر با آموزگاران مشورت کرده این فن متماتیک را آموختیم. این در همه جاها این فن متماتیک لازم است، در همه اختصاص‌ها هم در این فن متماتیک لازم می‌باشند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 در ناحیه وسه در بخش متماتیک و دیگر فن‌های دقیق مکتب آموزش تجربه پیشقدم اعتراف گردیده است. شاگردان این مؤسسه تعلیمی که در گوشه فخری مکتب عکسشون گذاشته شدند با مکتب رابطه زیست دارند. آنها در دانشگاه‌های عالی از فن متماتیک بعد صدها شاگردان سبق آموخته در تعلیم شاگردان این مکتب هم سهم کلان دارند. طوری که رهبریت مکتب ابراز داشت با دستگیری آنها و صاحبکاران محلی این سال کابینت‌های فنی‌های دقیق با تجهیزات‌های تکنیکی نو و زمانوی مجهز گردانیده می‌شوند. سال 2019 برای کلکتیو این مکتب همچون سال بابرار آغاز گردید. از بین 72 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در ناحیه وسه غالبان آزمون‌های فنی دوره ولایتی از فن‌های دقیق 6 نفرشان خوانندگان این مکتب میباشند. وهابی دولتعلی و همصنفانش با آزمون جمهوری آمادگی دیده باوری دارند که جایهای نمایان را سزاوار می‌گردند. مسابقه ورزشی کرته دو وکیف که سنه‌های 12 و 13 ینوری سال جاری برگزار شد، نزدیک 300 نفر ورزشکاران نورس و اشهر و نواحی ولایت سرخ جمع نمود. در مسابقه ولایت اشهر و نواحی‌های خوجند، استقلال، بابوجان غفورов، سپتامین و ظفرآباد کودکان و نورسان ورزشکار قوه آزمایی نمودند. مسابقه ولایتی را کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سرخ در یک جایگی با اتفاق کرته دو ولایت سرخ تشکیل نمودند. رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سرخ ستاریان مطلبخان امانزاده ضمن افتتاح مسابقه گفت که ترغیب طرز حیاتی سالم، مساعدت به رشد تربیت جسمانی و ورزش از سمت‌های مهم فعالیت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محسوب می‌شود. با گفته ستاریان مطلبخان امانزاده، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از نفوذ اعتباری والا برخوردار بوده، برنامه و هدف‌های آن تأمین زندگی شایسته مردم را در پی دارد. رئیس اتفاق کرته دو ولایت سرخ جورجونسی برای دستگیری تشبث فدراسیون بر رهبری عالی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و کمیته اجرایی ولایتی منتداری بیان کرد.
تاکید گردید که حزب مذکور تشبثکاری چاره‌بینی‌های سطح بلند از جمله مسابقه‌های ورزشی محسوب می‌شود. در مسابقه ورزشکاران، کودکان و نوجوانان از 6 تا 13 ساله در نماد ورزشی معمولی کرته دو و کیف قوازآزمایی کردند و آن را هیئت با صلاحیت داوران نظارت نمودند. نوجوانان 14-15 ساله باشند در هیئت دستیابی برآمد نمودند. با گفته داوران سال سال تعداد دخترکان که میل به مشق و تمرین این نمودی ورزش دارند زیاد شده ایستادند. در مسابقه ولایتی زیاده از 40 نفر دخترکان اشتراک و قوازآزمایی نمودند. من همگی 18 تا مدال دارم. من امروز هم در مسابقه ولایتی چمپیون شدم. من میخوام که باز در آینده چمپیون جمهوری تاجیکستان شوم. در مجموع 28 نفری سزاوار جای یکم و دوم گردیده 54 نفر مقام سوم را صاحب کردند. در هیئت دستیابی مقام اول را کراته‌چیان شهر خوجند سزاوار گردیدند. جای دوم نصیب دسته نوحی بابوجان غفورов و به جای سوم ورزشکاران نوحی سپتمن دست یافتند. و غالبان جام، مدال و دیپلم و تحفه ها را رئیس کمیته اجرایی ولایتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان مطلوبه امانزاده و رئیس اتفاق کراته‌دو ولایت سوق جورج جونسی تقدیم کردند.